ما سال 97 تو گروه کوهنوردی آشنا شدیم. 16 شهریور عشقمون شکل گرفت و داستانا شروع شد. در عرض 1 ماه قرار مدار گذاشته شد و عقد کردیم. آیا بنده وکیلم؟ چون ماه سفر بود و منم اون موقع خیلی دوست داشتم کربلا برم، سببی شد برای اولین تجربه سفر ما. بعد از 6 ماه مراسم جشن عروسی رو برگزار کردیم. فردای عروسی همه میرن خونه پدر مادر، ما رفتیم طبیعت. سال 99 کلی سفر دوستانه رفتیم طبیعتگردی و گلده‌گردی. من که سال 99 بیماری سخت من شروع شد. تا مدت‌ها درگیر پروسه درمان بود. تو این 5 سال حدود 200 سفر داخلی از شمال تا جنوب رفتیم و تجربه 50 سفر خارجی به کشور ترکیه، گرجستان، ارمنستان، کردستان، عراق به صورت بکپکری و ماشین شخصی رو داشتیم. و حالا می‌خوایم تجربیات سفرمون رو با شما به اشتراک بذاریم. ممنون میشم از همون حمایت کنید.